صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی حضرت ایوب، اقتباس از 18مین قسمت از تورات مقدس. ای خداوند مهربان و عادل و ای پدر یتیمان و مظلومان، نام قدوس تو را بر زبان می آوریم و در برابر بزرگی و عظمت تو صورت خیش را به خاک افکنده و تو را که شایسته پرستش و حمد و ثنا هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم. و از اینکه به ما این روز را عطا کردی تا زنده باشیم و شاهد رحمت و فیض عظیمت در زندگی خود و دیگران باشیم، شکرت کرده و عبادتت می نماییم. ای پدر آسمانی، تمنا این که دست پرتوان و شفا بخش خود را بر فرد ما و سایر شنوندگان عزیز بگذار و با نیروی شفا بخشد جان ما را زنده تر و اشتیاق ما را به خود شدیدتر بگردان و قلب‌هایمان را برای شنیدن پیام آسمانیت بگشا و چشمانمان را برای دیدن چیزهای روحانی باز کن. این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت، یعنی نور عالمیان و راه حیات، عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند شما را برکت بده و شما را از گزند اهریمن حفظ کرده و هدایتتون کنه تا نه فقط از زندگی لذت حقیقی رو ببرید، بلکه به اون نزدیکتر شده و او را بهتر از پیش ستایش کنید و بشناسید. در ادامه مطالعه کلام مقدس توجه خود را به کتاب ایوب، یعنی 18مین قسمت از تورات مقدس معطوف داشته و از فصل 31 دنباله زندگی و گفتار حضرت ایوب، این پیامبر صلح و پیامبر صبور، آیات را مطالعه می‌کنیم و از خدا یکتا تمنا می‌کنیم که با عطا کردن روح القدسش در این ساعت ما را به وسیله گفتار آسمانیش تعلیم بده و هدایت کند. خدا کند که قلب‌های ما باز باشه تا کلام خدا را در آن جا بدهیم و فیض خدا را نصیب خودمون کنیم. بدون شک همه ما با نام ایوب پیامبر که به ایوب صبور شهرت داره و صبر و ضرب المثل مردم عالم است کم و بیش آشنایی داریم، اما کمتر افرادی هستند که نحوه به دست آوردن این لقب مهم را به وسیله ایوب بدانند. ایوب مردی بود خدا ترس و با محبت و مهربان که در حدود زمان ابراهیم، یعنی در حدود 5000 سال پیش زندگی میکرد. کلام خدا میگه که او مردی بود بسیار خدا ترس که از بدی اجتناب میکرد و در نظر خدا کامل و پاک بود. در نتیجه خدا هم او را به خاطر عشق به او و کاملیتش در پیروی کردن از او برکات بسیاری داده بود، به طوری که کلام خدا میگوید که او ثروتمندترین مرد مشرق زمین محسوب میشد و بسیاری از سفره او غذا خورده و یتیمان و بیوه زنان در سایه محبت و عنایات او زندگی میکردند. اما شیطان از آنجا که همیشه به مقدسین و خدا ترسان حمله میکند، ایوب را نیز مورد آماج حملات خود قرار میده و شروع به نابود کردن اموال و هستی ایوب میکند، به طوری که شیطان تمام ثروت ایوب را در ظرف یک روز از بین میبره و ایوب نه فقط هستی و مال خود را از دست میدهد، بلکه در همان روز نیز فرزندانش را از دست میده و همه کشته میشوند. ایوب یکه و تنها و بدبخت و بیچاره خود را در خاک و خاکستر می نشانه و به حال از دست دادن فرزندانش ماتم می گیره. زنش میاد میگه خدا را ترک کن چون این همه بلا و بدی از جانب خدا به سر تو آمده است. ایوب میگوید من برهنه به این دنیا آمدم و برهنه از این دنیا میروم، نام خداوند متبارک باد. و میفرماید آیا ما نیکویی را از خدا بگیریم و حاضر نباشیم بدی را از خدا دریافت بداریم؟
شیطان امیدوار بود که بدین وسیله ایوب را از خدا برگرداند و یا لااقل شک و تردیدی رو در قلب او به وجود بیاورد، زیرا اگر در ایمان شخص شک و تردید رخنه کند، سقوط او از درگاه خدا کار مشکلی نخواهد بود. اگر در ایمان شخص شک و تردید رخنه گردد، سقوط او از درگاه خدا کار مشکلی نخواهد بود. اما ایوب وقتی همه هستی و حتی فرزندان خود را از دست میده، نه فقط از خدا دور نمیشه و نه فقط در ایمانش خللی وارد نمیگردد، بلکه برعکس انتظار شیطان او به درگاه خدا روی میآورد و خدا را سپاس کرده و میگوید خدا داد و خدا گرفت، نام خداوند متبارک باد. وقتی شیطان می‌بیند که در کار خود شکست خورده، از خدا اجازه می‌گیرد و سلامتی ایوب را از او بردارد و ایوب را گرفتار شدیدترین مرضها و بدبختی‌ها و بلاها و دردها می‌کند، به طور که سراسر بدن ایوب از دمل‌های چرکین پر میشه و پوستش ترک می‌خوره، به طور که کرم میزنه و حتی سگ‌ها می‌آمدن و چرک‌های بدن ایوب را می‌لسیدن. ایوب می‌دانست که این بدنش به زودی به خاک تبدیل می‌گردد. شیطان خیال می‌کرد که اگر کار به استخوان برسد، ایوب ایمان خود را از دست خواهد داد. اما باز کلام خدا به ما نشون میده که ایوب از خدا دور نشد. هرچند سوالها و گله و ناله از خدا می‌کرد، ولی ایمان خود را نسبت به خداوند از دست نمیده. پس شیطان به وسیله 3 یار عزیز ایوب به او حمله می کند تا با آوردن دلیل و برهان به ایوب ثابت کنند که این خداست که این بلاها را به سر او آورده و علتش هم خطاها و شرارت‌هایی است که ایوب مرتکب شده است. در این گفتگوها مطالب زیادی بیان میشه که هر کدومشون اشاره به سوالهای زندگی من و شماست، سوالهایی که در فکرمون، در افکارمون در این عالم پیش میاد. ایوب سعی میکنه که خود را بیگناه نشان بده، با آنها به جر و بحث میپردازد. سرانجام در روزهای آخر ایوب کم کم با دلیل و برهانش به طور مستقیم میگوید که من نه فقط گناهی نکردم، بلکه این بلاهایی که به سر من آمده خدا فرستاده، بنابراین خدا مقصره. میگوید که این بلاها را خدا از روی بی‌انصافی به سر من آورده. چرا؟ چون ایوب نه میدانست که چرا خدا این بلاها را فرستاده و نه میدانست که چرا خدا جواب به دعاش دیگه نمیده و اینکه میدانست گناهی نکرده که مرتکب این بدبختی ها و مصیبت بشه. و دوستان عزیز، ما نباید ایوب را به خاطر این نوع طرز فکر غلط فوری محکوم کنیم. چرا؟ چون خود ما نیز وقتی در چنین حالتی باشیم، وقتی علت نزول بلا و بدبختی و مصیبت را ندانیم، وقتی که در درد و رنج باشیم، بدون شک ما هم از خدا سوال میکنیم که خدایا چرا این بلا به سر من آمده، یا خدا به چه حقی تو اجازه داری که این بدبختی نصیب من بشه. و چون آن وقت میبینیم که خدا جواب دعامون رو نمیده، ما هم احتمالاً مثل ایوب خدا را مسئول این بلاها دانسته و حتی او را بی انصاف خواهیم خواند و با سوالهایی که در ذهنمان پیش میاد خدا را مسئول همه بدبختی ها خواهیم دانست. ایوب با گفتار و منطق خودش خدا را مسئول بدبختی ها میدونه و اعلام میکنه که او یعنی خدا با این عمل مرتکب اشتباه شده است. حقش نبود که خدا او را محکوم کنه، حقش نبود که خدا بلا به سرش بفرسته. چرا؟ چون ایوب میگه من خدا ترس بودم، عادل بودم، پاک بودم و کاری نکردم که عاقبتش و یا نتیجهش این مصیبت عظیم باشه. ولی دوستان عزیز، حقیقت امر اینه، احمقانه ترین کاری که آدمی میتونه در پیشگاه خدا بکنه اینه که خود را عادل و خدا را محکوم به انجام خطا کنه، که متاسفانه خیلی وقتا ما بدونی که حتی متوجه باشیم این کار را انجام داده و انجام میدهیم. دوستان، درست لحظه‌ای که ما شروع به اثبات بیگناهیمون در حضور خدا کنیم، خدا فوراً گناهان ما را آشکار خواهد کرد. درست لحظه‌ای که خیال میکنیم پاک و مقدسیم، نور خدا بر ما خواهد تابید و در وجدان و قلب ما نشون خواهد داد که چقدر گناهکاریم. حکمت واقعی انسان حکمتی است که خطایا و اشتباهات ما را آشکار ساخته و ما را متوجه آن میکند. اگر ما خود را بیگناه بپنداریم، غضب خدا و داوری او را نصیب خود کرده ایم، زیرا مطابق معیار الهی هیچ بشری عادل نیست.
و اگر خود را داوری کرده و به گناهان خود پی ببریم و توبه کنیم، آن وقت است که فیض خدا را نصیب خود می‌سازیم. و امروز ای دوست من، با نوع فکرت، با نوع عملتون، یا داوری خدا را نصیب خود ساختید و یا فیض او را نصیب خود کرده اید. اگر خود را در حضور خدا پاک و بیگناه و عادل بشمارید، آن وقت در حقیقت داوری خدا را نصیب خود کردی، یعنی خدا تو را از حالا محکوم کرده. چرا؟ چون کتاب مقدس میگوید که هیچ انسانی در حضور خدا عادل محسوب نمی شود که به وسیله اعمال خودش احساس کنه که بگه بله من گناهی نکردم. برعکس میگوید که همه ما گناهکاریم و از جلال خدا قاصر میباشیم. هیچ انسانی عادل در این عالم نبوده و نیست که بگه من به وسیله کارهایم، به وسیله نوع زندگی موفق شدم که عادل بمونم و اینکه حقم رستگار باشم. کلام خداوند میگوید که هیچ بشری به وسیله اعمالش، حتی اعمال نیکویش، هنوز نجات پیدا نکرده است. ولی به وسیله فیض خدا امروز همه ما میتوانیم رستگار باشیم. امروز من و شما اگر متوجه گناهانمون بشیم، اگر به حضور خدا بیاییم و اجازه بدیم که زندگی پاک و مقدس مسیح همانند نور بر ما بتابد و از او الهام بگیریم و خود را با او مقایسه کنیم، آن وقت گناهانمون آشکار میشه. و وقتی که گناهانمون آشکار شد، بیاییم به درگاه خدا طلب بخشش و آمرزش بکنیم و از خدا بخوایم که ما را ببخشد. خداوند دوست من این کار را می کند و ما را در فیض خود قرار داده و ما را می بخشد، زیرا خدا از بنده توبه کار خودش خوشش میاد و او را به درگاه خیش راه می دهد. واقعیت اینه که در ذات هر انسان روحیه غرور و افتخار وجود دارد. قهرمانان ورزش تنها کسانی نیستند که پوز میدهند و غرورشان آنها را کور میکنند، بلکه همه ما ذاتاً مغروریم و خیال میکنیم خودمون بهتر از دیگرانیم. این بدبختانه طبیعت و ذات ما انسان هاست. و کتاب ایوب به ما تعلیم میدهد که وقتی به حضور خدا بیاییم بهتر از آنچه که هستیم باشیم، نه اینکه نقاب بر چهره کنیم و خود را خوب و بیگناه بدانیم و خود را فروتن سازیم. زیرا کلام خدا میگوید خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان یا فروتنان را نجات خواهد داد. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان یا فروتنان را نجات خواهد داد. و باز میگوید خدایا دل شکسته و کوبیده یا فروتن را خار نخواهی شمرد. در فصل 31 ایوب با باز کردن صفات خوب و شایسته خودش در حقیقت میگه که ای خدا ببین من گناهی نکردم، تو بی جهت این همه بلا را به سر من آوردی. خدایا تو به من بگو که چه کاری کردم که لیاقت این مصیبت را داشتم. به حرفای ایوب که در بیان پاکی و دفاع از بیگناهی خودشه و در حقیقت محکوم کردن خدا در بی‌انصافی نسبت به خودش میباشه توجه کنید. البته باز یادآور میشم که ایوب نسبت به دیگر انسانها کاملا پاک و عادل و مقدس بود، اما نه به معیاری که خدا از او انتظار داشت، نه آن دیدی که خدا او را میدید. در سایه اول ایوب ابتدا از بزرگی خدا صحبت میکنه و داوری خدا بر شریران و گناهکاران، اما خودش را جزو آنان نمیداند. درست مثل من و شما که معمولا خود را پاک و مقدس میدانیم. میگوید مگر نه اینکه خدا راههای مرا میبندد و جمیع قدمهایم را میشمارد؟ آیا با دروغ راه میرفتم یا پاهایم با فریب میشتابید؟ مرا به میزان عدالت بسنج ای خدا، تا تو ای خدا کاملیت مرا ببینید. اگر قدیمی ها از طریق تو خطا رفته و لکه به دستهایم چسبیده، اگر مراد مسکین را از ایشان منع کرده باشم و چشمان بیوه زنان را تار گردانیده باشم، اگر لقمه خود را به تنهایی خورده و یتیم را نان ندادم، اگر مسکین را لباس ندادم و اگر دست خود را بر یتیم بلند کردم، ای خدا آنگاه تو مرا داوری کن. اگر دل من در پنهانی فریفته می شود، آن وقت متوجه قصاص بودم. حتی اگر از مصیبت دشمن خود شادی می کردم یا حینی که بلا به او عارض می شد وجد می نمودم، آن وقت مستوجب قصاص بودم. و حال آنکه زبان خود را از گناه ورزیدن باز داشتم و بر جان دشمن خود هم لعنت نکردم.
ببینید ایوب چه میگه. میگوید من حتی زبان خود را از گناه ورزیدن باز داشتم و بر جان دشمن خود هم لعنت نکردم و مال کسی را نخوردم و ظلم بر کسی ننهادم. اما خدایا تو به ضد من برخاستی و من چه میتوانم بکنم؟ دوستان عزیز، حضرت ایوب در این آیات میگوید که اگر در وظیفه خود وفادار نبودم و یا در دروغ و حیله در کار و زندگیم بوده و یا حق بازی در کارم بوده، آن وقت ای خدا تو حق داری که بر من مصیبت وارد کنی. ولی ای خدا تو که میدونی من پاک بودم، خدایا تو که میدونی عادل بودم، تو که میدونی من حتی آزارم به مورچه‌ای نرسیده، تو که شاهد بودی ای خدا که من چقدر دست و دلباز بودم و یتیمان رو نان میدادم. خدایا خودت دیدی که چگونه به بیوه زنان کمک کردم، گرسنگان را طعام دادم، پس چرا ای خدا این بلاها رو به سر من می آوری؟ دوستان، ایوب مثل من و شما فکر می کرد و مثل من و شما حرف می زد. منطق انسانی بود. ببینید وقتی در ظاهر چیزی رو نمیدید قضاوت میکنه. درست مثل من و شما که وقتی سرنوشتمون تلخکام میشه و بلایی به سرمون بیاد و یا با مصیبتی روبرو بشیم، رو به خدا میکنیم و از او سوال میکنیم که خدایا چرا این بلا و بدبختی نصیب من شده در حالی که هیچ گناهی نکردم؟ ایوب میگه خدایا هیچ چیزی، حتی عملی در خفا بر علیه تو انجام ندادم، حتی کاری گفتاری مخالف طریق تو نگفتم، پس چرا ای خدا این بلاها به سر من آمده است؟ در فصل 32 متوجه میشیم که سیار ایوب دیگر نمیتونن با ایوب به جر و بحث بپردازن و او را وادار کنن که به گناهان خودش اعتراف کنه. چرا؟ چون ایوب دائما دلیل و برهان میآوره که گناهی نکرده. گروهی دور ایوب و این سه مرد جمع شده بودن تا به جر و بحث‌های فلسفی گوش بدهن. وقتی ایوب حرفش را تمام میکنه، دیگر اون سه نفرم نمیتونن جواب به ایوب بدن. یکی از آن حاضرین از حرفای ایوب که خدا را متهم کرده بود بسیار عصبانی میشه که ای ایوب چرا خدا را متهم به بی انصافی میکنی و خود را بیگناه میپنداری؟ وقتی که این شخص که نامش الیهو بود شروع به پرخاشگویی به ایوب میکنه، باران شروع به بارش میکنه. زیرا با پایان گرفتن حرفهای الیهو متوجه میشویم همه ایوب را ترک میکنن، حتی آن سه یارش، و ایوب یکه و تنها در زیر باران با آن بدنی چرکین و گوشتهای کرم خوردهش میماند و در چین حالتی بود که خدا یکتا سرانجام پس از مدتی به او آشکار میشه و با پیام آسمانیش پاسخ سوالهای ایوب و سوالهای ما را در مورد علت بدبختی ها و سختی ها مخصوصا بر عادلان و پاکان جواب میدهد. آیه اول میفرماید پس آن سه مرد یا سه یار ایوب از جواب دادن به ایوب باز ماندن، چون که او در نظر خود عادل بود. دقت کنید چه میگوید. میگوید ایوب در نظر خود یا مطابق معیار و یا قضاوتی که داشت با دلیل و برهانهایی که آورده بود خود را عادل و پاک دیده و هیچ چیزی که سبب آن همه بلایی که نصیب شده بود رو در خود ندید. و چون خود را عادل میپنداشت در حقیقت خدا را متهم به بی‌انصافی میکرد. آن سه یار موفق نشدن علتی در ایوب آشکارا بیابن تا با آن اشاره کنن و یا با آن دست بزنن و بگن ببین ای ایوب به این خاطر بوده که خدا تو را تنبیه کرده است. و دوستان، طرز فکر ایوب طرز فکر من و شما هم هست، چون هیچ کداممون نمیخواهیم بپذیریم که گناه کردیم. هیچ کداممون چشم نداریم که عیب‌ها و نقص‌های خود را ببینیم. خیلی راحت میتونیم عیب و ایراد دیگران را ببینیم، حتی کوچکترین خطایای دیگران را از چشمان خودمون میبینیم که دور نیست. میتونیم کوچکترین خطاها و عیب‌های دیگران را ببینیم، ولی قادر نیستیم که عیب‌های خودمون را ببینیم. عیسی مسیح در این مورد خیلی روشن گفته، میگه چگونه است که شما قادرید کاه کوچکی در چشم برادرت ببینی ولی تیری که در چشم خود داری نبینید؟ و بعد میگوید ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن و بعد نیکو میکنی که کاه را از چشم برادر خود درآوری. مقصود از کاه و چوب عیب‌ها و بدیهاست که مسیح میگوید شما دیگران را به خاطر عیب‌های کوچک نکوهش میکنید، دیگران را به خاطر یک مشکلات و یا عیب‌های کوچکی محکوم میکنید، ولی خودتون رو به خاطر عیب‌های بزرگی که دارید، به خاطر گناهان بزرگی که میکنید سرزنش نمیکنید.
می‌فرماید شما حق ندارید که دیگران را محکوم کنید در حالی که خودتون شایسته محکومیت عظیم‌تری هستید. ما انسان‌ها دوستان به خاطر ذات خودخواهانه‌ای که داریم نمی‌خواهیم عیب‌های خودمون را ببینیم. دقت کنید، به خاطر ذاتی که داریم نمی‌خواهیم عیبی در خودمون پیدا کنیم و در نتیجه همیشه خود را عادل و بیگناه می‌پنداریم و دیگران را گناهکار و خطاکار و قانون شکن و حاضر نیستیم خودمون رو فروتن ساخته و فیض خدا را نصیب خودمون کنیم و در حقیقت خود را عادلتر از خدا می‌پنداریم و این گناهی است بس بزرگ. به آیات کلام خدا توجه کنید. میگوید آنگاه خشم الیهو مشتعل شد و غضبش بر ایوب افروخته گردید، از این جهت که خیشتن را از خدا عادلتر می‌نمود. و خشمش بر سه رفیق او نیز افروخته گردید، از این جهت که هرچند جواب نمی‌یافتند اما ایوب را مجرم می‌شناختند. در آیه 7 میگوید الیهو میگوید و گفتم روزها سخن گوید و کثرت سالها حکمت را اعلام نماید، لیکن در انسان روحی هست و نفخه قادر مطلق ایشان را فطانت میبخشد. این بزرگان نیستند که حکمت دارند و نه پیران که انصاف را میفهمند. الیهو میگوید که من متوجه شدم که شما دوستان نتوانستید ایوب را با تمام حکمت و تجربه‌ای که داشتید به گناهی متهم کنید و به او جواب بدهید که چرا این بلاها به سرش آمده. اما این امر نباید سبب بشه که ایوب هم خدا را محکوم کنه. او هر دو گروه را، هم ایوب و هم سه دانشمند و یا سه طرز فکر زندگی بشر را محکوم می‌کند. و بعد رو به یارانش کرده و میگوید من میخواهم با ایوب چند کلامی بدون غرض و چشم بگم. و سپس در فصل 33 ابتدا به فروتنی خودش اشاره میکنه و به ایوب میگه که من نمیخوام بگم که جواب سوالهایت رو دارم و از تو و یا از این سیارت حکیمتر هستم، خیر، بلکه هدفم این است که آنچه که خدا بر من کشف کرده است به تو بگویم. به طوری که از آیه 1 اینطور میگوید لیکن ای ایوب سخنان مرا استماع نما و به تمامی کلام من گوش بگیر. اینک دهان خود را گشودم و زبانم در کامم متکلم شد. کلام من موافق راستی قلبم خواهد بود و لبهایم به معرفت خالص متنطق خواهد نمود. روح خدا مرا آفریده و نفخه قادر مطلق مرا زنده ساخته است. اینک من هم مثل تو از خدا هستم و من نیز از گل سرشته شدم. اینک هیبت من تو را نخواهد ترسانید و وقار من بر تو سنگین نخواهد شد. یقینا در گوش من سخن گفتی و آواز کلام تو را شنیدم که گفتی من بی تقصیر هستم، من پاک هستم و در من گناهی نیست. اینک علتها بر من می جوید. مرا دشمن خود مشمار، پاهایم را در چال منهد و همه راههایم مرا مراقبت می نماید. هان ای ایوب در این امر تو صادق نیستی، من تو را جواب می دهم، زیرا خدا از انسان بزرگتر است، پس چرا با او معارضه می کنی؟ زیرا خدا از انسان بزرگتر است، پس چرا با او معارضه می کنی؟ از این جهت که از همه اعمال خود اطلاع نمی دهی. در خواب در رویای شب چون خواب سنگین بر انسان مستولی شود، حینی که در بستر خود در خواب می باشد، آنگاه گوش های انسان را خدا می گشاید و تعذیب ایشان را ختم می سازد تا انسان را از اعمالش برگرداند و تکبر را از مردمان بپوشاند. الیهو میگوید ای ایوب اگرچه تو ادعا میکنی پاک و عادلی و این دوستان هم نتونستن جرم تو را به تو ثابت کنن، ولی حرف تو که میگویی بیگناهی و بی تقصیری و پاک هستی و خدا دشمن تو شده و خدا برای چاله درست کرده تا در آن بیفتی و یا مرتکب گناه بشی درست نمی باشه. تو در این باره صادق نیستی. و سپس با دلیل و برهان به ایوب ثابت میکنه که ممکن است خطاهایی است که خودش از آن اطلاعی ندارد. چرا؟ از آیه فصل 34 دلیل خود را اینطور بیان می‌کند. میگوید پس الان ای صاحبان فطانت مرا بشنوید، حاشا از خدا که بدی کند و از قادر مطلق که ظلم نماید، زیرا که انسان را به سبب عملش مکافات می‌دهد و بر هر کس موافق راهش، و به درستی که خدا بدی نمی کند و قادر مطلق انصاف را منصرف نمی سازد
کیست که تمامی رب مسکون را به او سپرده باشد؟ اگر دل خود را به وی مشغول سازی و اگر روح و نفخه خیش را نزد خود بازگیری، تمامی بشر با هم هلاک می شوند و انسان به خاک می روند. پس اگر فهم داری این را بشنو، زیرا که چشمان خدا به راههای انسان می باشد و تمامی قدمهای ما را می نگرد. ظلمتی نیست و سایه موتی نی که خطاکاران خیشتن را در آن پنهان نمایند، زیرا اندک زمانی خدا بر احدی تأمل نمی کند. دوستان عزیز، الیهو در اینجا یادآور می شود که خداوند خدای عادل و قدوس و پاک است که انصاف را مراعات کرده و همیشه عدالت خیش را به جا آورده و نه ایوب و نه ما، هیچ انسانی نباید حتی در فکرش این تصور رو داشته باشی که ممکنه خدا نسبت به او بی‌انصافی و یا ظلم کرده باشد. بحث و دلیل و برهان او در اینجا به پایان نمیرسه، اما چون وقت ما در اینجا به پایان رسیده، اجازه میخوام که دنباله گفتار این یار جوان ایوب را در برنامه آینده به سمتون برسونم. منتها میخوام شما در مورد این کلمه که میفرماید تفکر و تعمق کنید و آن را با زندگی خودتون بسنجید. میگوید که حاشا از خداوند که بدی کند و از قادر مطلق که ظلم نماید. دوست من، شما که با مشکلات و سختی ها و ظلم و بدبختی و مصیبت گرفتاری، آن را به خدا نسبت نده، زیرا حاشا از خداوند که ظلم کند و بدی نماید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.